پشت پرده. بنده امین فردین به همراه تیمم. اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومان؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا کشف تولدی که ناتمام. جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا. ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده. سلام، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. در این برنامه قصد داریم که پشت پرده های پنهان امید شریفی دانا و ارتباط او با سازمان های اطلاعاتی امنیتی رو برای شما رو بکنیم. فایل صوتی اسکایپی محرمانه هم از امید شریفی دانا به برنامه پشت پرده رسیده که نشون میده که او با یک مأمور اطلاعاتی داره ارتباط برقرار میکنه و مکالماتی بین این دو رد و بدل شده. از طرفی دو مکالمه اسکایپی با دو همسلولی امید شریفی دانا هم داریم که برای شما پخش میکنیم که ارتباطات او در زندان در بند 350 اوین رو هم نشون میده. پس حتما برنامه پشت پرده رو تا انتها دنبال بکنید که چرا پشت پرده های عجیب و غریبی برای شما در این برنامه رو میکنیم. خب آغاز میکنیم پشت پرده های پنهان امید شریفی دانا. در 2 ماه گذشته ما یک بار به امید شریفی دانا در یک از برنامه پشت پرده کامل و مفصل پرداخته بودیم و با اسناد نشون داده بودیم که این شخص چه ارتباطاتی رو با سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی داره و با چه هدفی مأمور شده که به اپوزیسیون نفوذ بکنه. بعد از انتشار این مستند که بیش از 100,000 بار در کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده و بیش از 500,000 بار در کانال صدای مردم یا همون آمد نیوز داشت، آقای امید دانا به صورت کاملا ناشیانه و عجولانه در داخل ماشین که احتمالاً در کشور ایتالیا به سر می‌بردن خیلی سریع واکنش نشون دادن، هول شدن و نمیدونستن که باید چه حرکتی رو انجام بدن و یک ویدیو منتشر کردن که در این ویدیو به ظاهر خودشون مثلا می‌خواستن بنده و تیم بنده رو تخریب بکنن. حتی ایشون نوع اقامت من در کشور آلمان رو نمیدونن و به بنده میگن پناهنده و از لفظ پناهنده به لفظ بیادبانه‌ای ایشون استفاده میکنن که انگار مثلا خودشون دکترای فیزیک هسته‌ای در دانشگاه آکسفورد رو داشتن که الان پذیرش گرفتن در کشور سوئد و یادشون رفته که خودشون پناهنده هستن و با چه لفظی و لحنی کلمه پناهنده رو استفاده میکنن. حالا بریم این جوابی آقای امید دانا رو ببینیم. به قیافه ایشون رو هم شما نگاه بکنید متوجه میشید که ایشون چقدر هول کرده و اصلا نفهمیده که باید چه واکنش صحیح و درستی رو انجام بده. این ویدیو رو ببینیم برگردیم. من با سند و مدرک و با اسناد به شما نشون میدم که امید شریفی دانا چجوری با سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی ارتباط برقرار کرده. یک فایل صوتی هم در همین رابطه برای شما منتشر می‌کنم. فرصت نکرده بودم ویدیویی که این پناهجو تو آلمان که خودش هم کرده علیه من برنامه ساخته رو نگاه کنم. بعد امروز آمد نیوز که گذاشته تا این لحظه 500,000 بار دانلود شده. یه نگاهی کردم دیدم که این پناهجو خیلی آدم صادق و شریفیه، چون داره میگه امید دانا نفوذ کرده بین سلطنت طلبها و جدایی خواهان و بین اینا رو به هم زده و تا الان صفوف تجزیه طلبان رو تونسته با نفوذش اختلاف بندازه. نگاه کنیم یه لحظه. ما میخوایم پشت پرده‌های پنهان این شخص و نفوذی که این شخص توی سلطنت طلبها انجام داد، توی جدایی طلبها انجام داد و موجب اختلاف بین این افراد شد. و بله دوست عزیز پناهجو، اصلا کار تخصصی من اختلاف انداختن بین تجزیه طلبانه. با همین سوتی که دادی نشون دادی هم خود تجزیه طلبی هم آمد نیوز که این ویدیو رو منتشر کرده. به هر حال یادتون باشه رو دست نیست. فعلا بدرود. خب حالا نشون میدیم با اسناد و مدارک که رو دست هست یا نیست و چقدر راحت امید شریفی دانا به مردم دروغ میگه و انگار دروغ گفتن برای یه سری افراد اپیدمی شده. امید شریفی دانا در این ویدیو در ابتدای صحبتش میگه که فرصت نکردم این ویدیو رو ببینم و چون آمد نیوز گذاشت من یه چند دقیقه اولش رو دیدم. خب ما اینجا با اسناد نشون میدیم که امید شریفی دانا در تاریخ 30 می 2018 با ایمیل امیددانا84@gmail.com به ویدیویی که برنامه پشت پرده علیه ایشون ساخته بود کپی رایت میزنه و بعد از اون هم یوتیوب به برنامه پشت پرده ایمیل میزنه که روی برنامه امید دانا کپی رایت زده و
ویدیو از کانال پشت پرده حذف میشه و دوستانی که برنامه پشت پرده رو از کانال یوتیوب دنبال میکنن متوجه این قضیه شده بودن که برنامه از یوتیوب حذف شد. تیم حقوقی برنامه پشت پرده بلافاصله وارد عمل میشه و افرادی که به عنوان حقوقدان در تیم من دارن فعالیت میکنن شکوایی رو علیه امید دانا به یوتیوب ارسال میکنن و آدرس ایشون رو که در شهر استکهلم سوئد هم هستن ارسال میکنن برای یوتیوب و علیه امید دانا شکایت هم به صورت حقوقی که شخصی برنامه پشت پرده این کار رو انجام میده به دلیل اینکه ایشون نقض کردن گردش آزاد اطلاعات رو و هم به صورت حرفه‌ای برای کانال یوتیوب ارسال میکنند. یوتیوب ایمیلی رو به برنامه پشت پرده ارسال میکنه که 10 تا 14 روز کاری به امید دانا فرصت داده که دلایل خودش رو برای اینکه این ویدیو رو پایین کشیده توضیح بده و امید دانا و برنامه رودست ایشون که کپی رایت زده بودن به برنامه بنده و تیم بنده که هیچ عملا اسنادی نداشتن باعث میشه که ویدیو به برنامه پشت پرده برگرده و میبینید ایمیل هایی رو که برنامه پشت پرده با یوتیوب رد و بدل کرده و آقای امید دانا ببینید که چقدر راحت دروغ میگن به مردم که میگن که من اصلا این ویدیو رو ندیدم. و نکته دوم که خیلی راحت ایشون به پناهنده ها توهین میکنه، خیلی راحت به کرد ها توهین میکنه، میگه خودش هم کرده، ایشون نمیدونه من اصلا کجا به دنیا آمدم، نمیدونه نوع اقامت بنده چی هستش و هیچ اطلاعاتی راجع به من نداره و با یه سری بازی با کلمات میخواد من رو تخریب بکنه و من بهشون پیشنهاد میکنم که لطفاً برید تحقیق بکنید، یک رزومه و پیشنهادی از بنده به دست بیارید و بعد از اون حمله ناشیانه انجام بدید. و این دست صحبتایی که امید دانا میکنه خیلی با اسناد مدارک راحت میشه رو کرد و باید با آقای امید دانا و به افرادی که حمایت میکنن از ایشون بگیم که تا وقتی که اسناد هست، تا وقتی که مدارک هستش، هیچ وقت هیچ کسی نمیتونه به کسی تهمت بزنه و دروغ بگه. همینجا ما فایل صوتی که مکالمه اسکایپی هستش امید دانا با یک فکر میکنم شخص امنیتی هستش رو انجام میده برای برنامه پشت پرده ارسال شده و به نوعی بهتره بگم که لو رفته. برای شما ما این فایل صوتی رو پخش میکنیم، تصمیم گیری با خود شما هستش و ما نه این فایل صوتی رو تایید میکنیم و نه رد میکنیم و فقط نتیجه گیری رو برای خود شما میذاریم که این شخص چه صحبتایی رو رد و بدل میکنه. دایو اینترنت ضعیفه. الان خوب شد. من واقعا شد. آره در مورد سازمان امیدوارم چیز ندارم. دو تا چیز گفتم، نه صدا رو شنیدی چی میگفتم بهت یا نه؟ نه نشنیدم. میگم دو تا مطلب میخواستم بهت بگم. بعد یکیش یه اتفاقی با معروف شنیدم که داره برات میفته ولی خب مربوط به سازمانم نیست، ربطی به سازمان نداره، اونو میخواستم بهت بگم. خب اونو بگویم چون چیه؟ شکایت از سپو که از من کردن؟ شکایت سپو رو نمیدونم ولی خب من شنیدم که یکی دو تا وکیلن بعد افتادن دنبال کار تو که امید دانا تو استکهلم داره کار جاسوسی میکنه، یعنی داره باره جمهوری اسلامی کار میکنه. خب ولی نسبت ببخشید همونو خیلی وقته، خب هیچ کاری نمیتونم جاسوسی با اینقدر بیافتن از این چیزا دنبالشنم چیکار میخوام بکنم. خب دومیشم یه دونه مسئله این مسئله یک ساله، این از روز 20 ژوئن دنبالشن. شما کجا شنیدی؟ من یه بنده خدایی بهم گفت. این حرفا زیاده. در ضمن یکی رو اینجا ثابت کردن جاسوس جمهوری اسلامی، هیچ کاری نتونستم باش بکنم. آره دیگه اونش مهم نیست بابا، این چیزا از این چیزا دو زیاد دنبال ما میافتن، یک سال دنبال اونم. ببینیم آخرش میتونم ببخشید تو رو بخورم یا نه. خب بله، اینم صدای ضبط شده آقای امید شریفی دانا بود و ادبیاتی که ایشون رعایت میکردن. مصاحبه رو به صورت اسکایپی با سام محمودی سرابی در ونکوور کانادا انجام دادیم که ایشون توضیحاتی رو میدن در زمانی که آقای امید دانا در بند 350 زندان اوین بودن، با ایشون هم بند بودن و از طرف آقای سام محمودی سرابی هم شکایتی رو از امید دانا کرده بابت انتشار این فایل صوتی. بریم فایل صوتی رو ببینیم، برگردیم مکالمه اسکایپی سام محمودی سرابی رو با برنامه پشت پرده میبینید. یا اون بغض کینه داره، شما مثلا به خاطر اثرات مواده، اون یکی بغض کینه است. اونایی که
ببخشید شما کی دیدیم بنده مواد منجم کنن؟ خب این فایل صوتی کامل رو که به صورت غیر مجازه، بهتر بگم که بدون اجازه، آقای سام محمودی سرابی ضبط شده رو میتونید در صفحات مختلف جستجو بکنید و کاملش رو گوش بدید، ولی خب ما اجازه نداریم که نسخه کامل این رو پخش بکنیم. خب میریم مسابقه اسکایپی رو آغاز بکنیم با آقای سام محمودی سرابی. ببینید من باور دارم که حالا به اعتقاد خود بنده معیوب نمایی یا سفیه نمایی میشه گفت، این اپوزیسیون برانداز، اپوزیسیون که مدعی براندازی هست و مخالف از اساس حکومت جمهوری اسلامیه، یه پروژه هدفمند و برنامه‌ریزی شده است. سال‌هاست که به هر حال حرفاها و سکویی‌ها، امیددانه‌ها و فحاش‌های تلویزیون‌های لس آنجلسی بر اساس همین پروژه بدل شدن به نماد ابتذال اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی. و من بارها از اصلاح طلب‌های که سرشون به تنشون می‌لرزیده شنیدم که برای اثبات وزن سیاسی و عملگر، یعنی پراگماتیستی بودن پارادایم اصلاحات خودشون، اومدن چهره‌های خودشون رو با این عده مقایسه کردن. من چون گفتم خب این هم از براندازها و اپوزیسیون خارجی، یعنی یک مشت فحاش بی‌سواد که نهایت دانش سیاسیشون توی عبارت‌های مثلا رژیم اخوندی دجال و غیره. اما در مورد این به عبارتی فایل صوتی، طبیعتا من حرف جدیدی نمیتونم بزنم، اما در همین فایل صوتی هم شما همون روند رو میدید، با این تفاوت شما شخصیتی مواجه هستید که جاسوس بودن رو یک رذیلت نمیدونه، خب یک امر واقع میبینه و در این حال میگه که قبلا یه کسی هم بوده با چنین وضعیتی، قبلا کسی بوده با چنین وضعیتی که هیچ کارش هم نتونستن بکنن، بعدش هم حوالت میده به اصحاب العزاش. جالبه، مخالفان خودشو حوالت میده به اصحاب العزاش. این من اسمشو میذارم وقاحت ابتذالی که بر اپوزیسیون ایرانی حاکم شده ملسه. و در نهایت امیدوارم با توجه به اینکه در گذر زمان آدم ها خودشون رو خوب نشون میدن، در گذر زمان این آدم نشون داد که کیه کجاست و در جای این تنفس میکنه و موافق چه ذهنیتی هست. آقای سام محمودی سرابی، شما که سردبیر سایت آمد نیوز هستید و کانال تلگرامی هم خب طبیعتا به شما ربط داره، شما هم کم نذاشتید و در وبسایتتون و در کانال تلگرامیتون قضیه شهید حججی که پیش اومد عکس پایپ گذاشتید، گفتید که ایشون هم معتاد بوده. ما اینجوری میتونیم بگیم که شما هم عدالت رسانه‌ای رو رعایت نکردید اگر واقعا خودتون رسانه‌ای بدونید. نکته رو خدمتتون عرض کنم. اون عکس رو شما با قصد و غرض گذاشتید دیگه. ببینید نیازی به خیلی ذریع‌هوشی خیلی بالایی اصلا نیازی نیست برای که بفهمن این عکس بگه. ذریع‌هوشی زیادی لازم ندارن. حالا حضرات فکر کردن همه هم مثل خودشون اومدن اون عکس اصلی رو کنار این آقا گذاشتن و گفتن آقا این ساخته بیان. اما ببینید ما در عرصه رسانه یه حوزه داریم اسم طنز دیداری، شنیداری، نوشتاری. خب دفعتا طنز جزنده است و نیشداره و ممکن حتی زخمی بکنه مخاطب رو و کسی یا سوژه‌ای که مورد طنز قرار گرفته. ببینید در شما الان اینجا از واژه طنز استفاده نمی‌کنید، بخواد به حال لاپوشینی بکنید این قضیه رو دیگه. هر خبری که دوست داشتید تو آمد نیوز بذارید، بعد بگید هر موقع گندش بالا اومد بگید طنزه. آقای فرید، هم من میدونم چی دارم میگم،
هم شما میدونید چی دارم میگم، هم شما میدونید هم من میدونم، چون جفتمون روزنامه نگاریم. حالا جفتمون کار رسانه‌ای میکنیم. ببینید شما نمیتونید بگید طنز دیداری، شنیداری، گفتاری و نوشتاری وجود نداره. نه عزیز من، این طنز عملا انگشت گذاشته رو نقطه ضعف حاکمیت، زمانی که عزیزترین، شریفترین و پاکترین فرزندان این مملکت رو میبره اون تو و به اسم معتاد جسدش رو میفرسته بیرون. این شوخی که نداریم که چطور اونها وقتی میان جسدش رو میدن دست خانواده به اسم معتاد، کسی که تا حالا سیگار دستش نگرفته، اونها جانشون بادمجانه و جان آقای حججی جانه. چرا اینا رو در نظر نمیگیرید؟ ما دفاع نمی‌کنیم از این سیستم ها. من قبول دارم که داره جنایاتی در زندان‌های ایران میشه، زندان‌های سیاسی ایران داره اتفاق میفته. خب اصلا من در این قضیه چیزی ندارم، اما آیا اونا بدن ما هم بد باشیم؟ ببینید مسئله تک و پاتکه یا تک و پاتکه؟ نه قربان، اصلا نیازی نیست که شما از یک آیکیو بالایی برخوردار باشید تا متوجه بشید در اولین نگاه این یک دو طنز جزنده است، سه به هیچ چیزی نمیتونه. بچه ما در یه دوره زندگی میکنیم و از مقتضیات این دوره است. مارکس یک اصطلاحی داره، در یه برهه‌ای میاد میگه که هر آنچه سخت و استوار است دود میشود و هوا میرود. دقیقاً از همینجاست. جمهوری اسلامی اومده میسازه، منتها این اساطیر قالبی هست. من قصد ندارم به جانی که امروز در هر حال به یک انسانی که خب جانش رو بر سر عقیدش، حالا من ممکنه مخالف یا موافق اون عقیده باشم یا نباشم، اما من قصدم این نیست که به اون توهین کنم. من قصدم به نقد کشیدن اون ذهنیتی هست که از یک انسان یک اسطوره میسازه و از یک انسان دیگه یک نخاله. حالا من این اسطوره رو آوردم جای نخاله گذاشتم، خب حالا ببینید دردش چجوریه. حالا ما تو پارت دوم مصاحبهمون بحث آمدنی میپردازیم، بیشتر الان پارت اول بحث آقای امید دانا هستش. یه فایل صوتی هم شما و آقای امید دانا با هم مکالمه تلفنی داشتیم که یه تیکایش رو من توی این مصاحبه پخش میکنم با اجازه خودتون اگر اشکال نداشته باشه، چون میدونم بی اجازه صدای شما ضبط شده بود. در خصوص این فایل صوتی هم بگید که مصاحبه تلفنی شما و آقای امید دانا بود. ادبیات درستی استفاده نشد توی این فایل صوتی. قرار نبود بگیم مثلا ایده قرار نیست که تمامی مکالمات من و شما ضبط ببینید. قوانین موضوعی حداقل حاکم بر اتحادیه اروپا، ضبط صدای افراد بدون اجازه اونها جرم محسوب میشه. قوانین بین‌المللی مطبوعات هستش، حالا تو اتحادیه اروپا هم نیست طرفاً. والا تو اتحادیه اروپا هم هست. بله درست. و دفعتاً بنده به شخصه از ایشون شکایت خواهم کرد در این یک مورد خاص. نکته که به نظر من بایستی در اینجا بهش بپردازیم اینه که ما اصلا قرار نبود که این صدا ضبط بشه. من واقعا نمیدونم چون با چه ذهنیتی، چون اونجا بیشتر آبرو خودش میره. هرچند که از بنده یه آدم به هوموفوب، من یه جوری یه آدم هوموفوب معرفی میشم، اما نکته چیز دیگری است. ببینید بنده به عنوان یک آدمی که مورد نقد یا به عبارتی مورد وهن قرار گرفتم باشون تماس گرفتم. گفتم فلانی
شما در مورد من قضاوتی کردی و اومدی چیزی رو گفتی که نه تنها صحت نداره، خودت هم میدونی که اگر قرار باشه بنده بخوام چرت و پرت بخوام خدمت شما در مورد شما بگم کم وجود نداره، هم از این چرت و پرت وجود نداره. یک و دفعتا بخشی از این چرت و پرت نیست، عینیت داره. اینکه خب یه آدمی همجنس گرا باشه یا نباشه این مسئله خصوصی آدم هست. ببینید اینها حوزه خصوصی آدم هست. من حوزه خصوصی، حوزه عمومی و این به عبارتی حقانیت که به حوزه خصوصی داده میشه من بهش باور دارم. در اونجا هم در اصل اومدم چیزی رو که خود ایشون ممکن هست رو کار بدم. میگم شما چیزی رو که خودت مرتکب شدی و خودت منکرش هستی رو به عبارتی بر نمیتابی. چه چیزی رو مرتکب بودن که شما منکرش؟ من نمیخوام وارد این بحث بشم. ببینید خب شما بحث گفتید این که نمیشه که من یک آدم رسانه‌ای ام، شما همچنین یه حرفی رو میذارید بعد باز کنید دیگه، مردم براشون شبهات ایجاد میشه. که من مثلا دارم برگردم میگم خب ما بچه دار شدیم بعد بازشم بکنن طبیعتا. خب این مسئله بچه دار شدن نبود، اگه بود که سکوت می‌کردید. یه سری حرف و حدیث ها بود در داخل بند که خب قاعدتا طرحش آزاردهنده است به خاطر اینکه اون بند شأنیت داره. دلیلی هم که خب این آدم توی بند 350 معل‌اسف یه مقدار وجهه دوست داشتنی نداشت و به عبارتی به قول یکی از رفقا میگفتن که چون وجهه خیلی منفوری داشت، وضعیت داشت که خب اونجا آدم منفوری بود، به خاطر همین همه دست به دست هم داده بودن که خب این آدم منزوی بشه. چون آدم آزاردهنده‌ای بود، چون سعی می‌کرد که خب یه حالت رفتارهای آنارشیست از خودش نشون بده. حرف و حدیث‌هایی توی بند 350 وجود داشت که با شأنیتی حاکم بر اون بند همسو نبود و سعی می‌کردیم یعنی کلیت بند دست هم داده بودن تا تصویری که از 350 ساخته میشه، تصویری که از 350 برای تمامی زندان و تمامی ایران و جهان ساخته میشه تصویری باشه که تصویری فرهیخته باشه. اینجوری بهتون بگم سیاسی در این حال فرهیخته. ما توی بند 350 همه تیپ آدمی داشتیم، از کسانی که خب جزو جاسوسای هسته‌ای بودند، از کسانی که خب البته جاسوس که میگم متهم به جاسوسی بودند، تا کسانی که خب متهم نمیتونن باشن. طبیعتا کسی که یه جرمی مرتکب شده به زندان منتقل میشه دیگه، حکمش صادر میشه که وارد زندان میشه. ببینید من یه چیزی بهتون بگم، چطور میشه که یه آدمی جاسوس تایلند باشه و به 6 ماه حبس متهم بشه، به 6 ماه حبس محکوم بشه؟ خیلی احمقانه است اعتقاد من. با هیچ قاعده حقوقی نمیخونه. ما که حقوقدان نیستیم ولی خب طبیعتا حتما یه چیزایی هست. راحتی میتونیم. میگم ما که حقوقدان نیستیم نمیتونیم روی این قضایا قضاوت کنیم. نه من نه شما. شما ما اتفاقا تو همون اتاق آقای امید دانا هم بودن، دعوت بکنید، تلفنش هم هست، میتونید تماس بگیرید، ازشون خواهش کنید که در این مورد صحبت کنه و ایشون تایید میکنه که این جزء واقعا میگن موارد شاذ حقوقیه که چطور میشه مثلا یه آدمی جاسوس باشه. خب ببینید چه اطلاعاتی ممکنه از جمهوری اسلامی توسط یک آدمی که تجارت میکنه یا یه آدمی که فقط میره پاتایا و برمیگرده، این آدم چه اطلاعات سیاسی یا مثلا چیزی داره که اونجا ببره به فواحش اونجا و در نهایت به اتهام
جاسوسی بیاد بره زندان مثلا چند وقتی 6 ماه بعدم آزاد بشه بره. آیه سرامی، ما الان من و شما داریم خارج از کشور زندگی میکنیم و با آدم‌های زیادی در ارتباطیم. بنده خودم با افرادی که توی کشور حالا آلمان بودن یا انگلیس بودن و کیسای سیاسی دادن، وقتی میشینم باهاشون صحبت میکنم برای اینکه بخوام با این افراد مصاحبه بکنم، کیس هایی که برای اقامت تعریف میکنن عملاً 70% بزرگنماییه. اینو من و شما خیلی میتونیم ملموس‌تر بهش بپردازیم تا اینکه یه آدم عادی بخواد حرفای اینا رو بشنوه و یکم بزرگنمایی میشه. میگن آقا نمیدونم ما بیگناه بودیم، ما فلان بودیم. طبیعتا مطمئن باشید که حداقل دستگاه قضایی خب توی 50% از موارد، حالا من نمیخوام دفاع بکنم پس فرآیند به ما بزن، این داره از سیستم دفاعی دستگاه قضایی ایران دفاع میکنه، الکی به کسی انگ نمیزنه. حالا ما میگیم 50%، من که به هر حال دیدم، هم داخل ایران مصاحبه کردم و اینکه مطمئن باشید حتما اسناد و مدارکی وجود داره. بعد از آمدن آقای صادق آملی لاریجانی و حتی قبل از اون، نه تنها 50%، در 70% موارد اتهاماتی که میزدن فاقد هر گونه حقیقتی بوده، فاقد هر گونه حقیقتی بوده. حقیقت شما چجوری اینو میگید؟ با چه سند و مدرکی این حرف میزنید؟ نمونه باردشون بذارید خیلی ساده خدمت کنم. حرف باید حواس دار، من سند میخوام. اینجوری من قبول نمیکنم شما بگی 70%، من تو کتم نمیره. خب چرا؟ چون ما مستند حرف میزنیم. عرض میکنم نمونه خیلی ساده شو بهتون بگم، اسم نمیارم، اما در بند 350 خب کسانی بودند که میخواستند بر اساس قواعد سیاسی خیلی مشخصی به مانند اصولگرایان قدرت رو به دست بگیرن، مثلا چارچوب نظام جمهوری اسلامی، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی. نمونه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و اعضاش آقای بهرام قدیانی، جناب آقای عرب سرخی و غیر ذلک، یا جبهه مشارکت ایران اسلامی. ببینید من کاملا با این دو جریان و برحال اندیشایی که خب قائل به خط امام و این داستان من زاویه دارم. خب این مسئله شخصی منه، ذهنیت شخصی منه. اما ببینید شما اومدید تعریف کردید از اول انقلاب، گفتید آقا یک نظام سیاسیه، یه نظام سیاسی کله و توی این نظام سیاسی اجزایی وجود دارن که این اجزا با هم دیگه رقابت میکنن برای اینکه قدرت رو به دست بگیرن، یه سری اثراتی از خودشون به جا بگذارن در ذهن و زندگی مردم که با یا ندن. قاعده از یه قاعده کلیه. خب ببینید در یه جایی آقای سام محمودی سرامی، من جوابمو نگرفتم. ببینید اگه حرف شما رو وسط حرف شما بیام که نمیشه رفیق من. خب جواب من جواب نمیگیرم، داری میری روی لاین دیگه. من جواب من همینه. جواب شما مشخصا میخواید من بهتون بگم این من دارم میگم بله اینا هیچ کدومشون خلاف نکرده بودن، اینا هیچ کدومشون جاسوسی نکرده بودن، اینا هیچ کدومشون کار براندازی نکرده بودن، تبلیغ علیه نظام نکرده بودن. اینها هیچ کدوم از اون، ببینید خیلی ساده است، بنده تنها جرم یا به عبارت تنها اتهامی که میتونستم بپذیرم یک چیزه، حمله به مأمور در این انجام وظیفه، چون پدرم توهین کرد. پدرم من فوت کرده بود، ایشون به من توهین کرد، فوش داد به پدرم. بقیه‌اش من نه تبلیغ علیه نظام کرده بودم، نه نشر اکاذیب کرده بودم، نه تشویش اذهان عمومی کرده بودم، نه گروهک ضد انقلاب بودم. جالبه یک جلسه خونگی که اومدیم نشستیم داریم کتاب میخونیم، اینو تشکیل گروهک ضد انقلاب مثلا موضوع بحث ما انقلاب نبوده، موضوع بحث ما سینما بوده. مثلا چطور میشه؟ بنابراین این که من دارم میگم، ببینید
در جامعه که توهم توطئه بر اذهان سیاستمدارانشون حاکم باشه، چرا مثال دارم عرض میکنم چرا کشور دیگه چرا بلاروس اینجوری نمیشه، چرا اوکراین اینجوری نمیشه؟ حالا کاری ندارم اونجا فساد داره بیداد میکنه، فساد اقتصادی، اما حداقل توهم توطئه نیست، هرچند که اونجا توطئه هم در جریانه ولی توهم توطئه وجود نداره. حالا بریم رو بحث این فایل صوتی که حالا من یه تیکایش رو هم پخش میکنم. یه جای شما گفتید که آمد نیوز رسانه پوپولیستی، این جریانش چه پوپولیستی؟ نه من نگفتم. این کانال تلگرامی آمد نیوز یک رسانه پوپولیستی. عین جمله کانال تلگرامی، ببینید شما که خودتون این کاره اید، ما قرار نیست با یه واژه این برون کردن. من میدونم چی دارم میگم. خب چی گفته بودید؟ من برگشتم گفتم اساساً کانال در کانال تلگرامی یک مفهوم کاملا، یک ابزار کاملا پوپولیستیه، ابزار یک امکان پوپولیستیه. هنوزم برای این قاعده خب حالا ما چیزی هم که گفتیم دور از تفکرات شما نبود، تو کانال تلگرام شما عضوش میشه دیگه. آمد نیوز هم کانال تلگرامی. خب ببینید بر مبنای دیگه خودتون چون رسانه‌ای هستید راحت میفهمید من چی دارم میگم. با توجه به اون زمانی که خب ابزارهایی که امروز شاید داره، اون زمان که این ابزارها طبیعتا نبود، ابزارهایی که میشد ارتباط متقابل گرفت و اینکه بشه با مخاطب دیالوگ کرد. وقتی شما در مزان، یعنی مخاطبتون رو شما انتخاب نکنید، مخاطب شما انتخاب بکنه، و مهمتر از همه هیچ گونه شما دقت بکنید مطلب یا نوشته یا یک پدیده به عبارتی رسانه‌ای، یک اثر رسانه‌ای، یک محصول رسانه‌ای توی مثلا تلگرام بایستی واجد یه سری شرایط باشه که این با استقبال رو بشه. شما تو مقوله پاپولار مدیا، من چند تا جزوه خیلی سبک و خیلی خوب هم در این مورد مطالعه کردم، یکیش به زبان انگلیسی ولی دوتاش به زبان فارسی ترجمه شده، هرچند که منتشر نشده و به زودی امیدوارم منتشرش کنم. اما در نهایت اینا در حوزه پاپولار مدیا قرار میگیرن، یعنی تلگرام و کانال های تلگرامی در حوزه پاپولار مدیا قرار میگیرن و بخاطر همین هم من اونجا گفتم بله کانال تلگرامی، هر کانال تلگرام، نه صرفا حالا کانال آمد نیوز. دقت بفرمایید من مشکلم با کانال، اگه بخوام بگم شاید خندتون بگیره، کانال تلگرامی باید در مقام یک بازو عمل بکنه، به مانند صفحه اینستاگرامی، ولی شما ازش به عنوان ابزار استفاده میکنید. نه، بازوی یک رسانه کلی که میشه سایت، چون که اولش همین بوده. شما میرید رادیو زمانه، رادیو فردا، تلویزیون مثلا حالا سایت بی بی سی ابزار خودش ابزار تلویزیون بی بی سیه یا شبکه بی بی سیه، ابزار اونه، بعد یا به عبارتی بازوی اونه، بعد همین بازو هم خودش بازوهای دیگری داره، اینا در کل یک رسانه رو تشکیل میدن. اما معلاسف در مورد بعضی رسانه ها که میتونم بگم آمد نیوز هم این روزها به اون البته این روزها خوشبختانه اینجوری نیست، در اون روزها به ویژه بذارید اینجوری بهتون میگم، در اون روزها با این مقوله ما درگیر بودیم. ما ساعتها با همکارانمون توی شورای نویسندگان، شورای همکاران بحث میکردیم که آقا ما تکلیفمون با قضیه باید روشن بشه، این کانالات تلگرامی اصل و اینها فرعن یا نه. ما یک رسانه داریم به اسم سایت و این بازوهایی داریم که مثلا میشه توییترش، میشه فیسبوکش، میشه ارزم بزرگتون که تلگرامش، میشه اینستاگرامش و غیر و ذالک، لینکدینش و غیر و ذالک. اما
چیزی که من باش مشکل پیدا کرده بودم و تا همین اواخر باش درگیر بودم. من حتی با بارها زمانی که آقای زم رو ما با خواهش تمانا خواهش کردیم دوباره برگرده به آمد نیوز، چون یه دوره خوبشون نبودن، ما یه بحث هایی رو مطرح کردیم با ایشون که این شده اصل کار. اون که دیدیم تلگرام بسته شد عملا همه چی رفت و هوا. کانال ما در یه دوره‌ای بسته شد، همه چی رفت و هوا. داستان چیه؟ تکلیف ما رو الان میرسیم به کانال تلگرام، اما بحث ما این هستش که اصلا اون اصل مکالمه‌ای که شما با وقتی عرض کردم پاپولار مدیا، این کانال یه مفهوم، کانال کلا یه مفهوم پوپولیستی محسوب شد. اما این روزها خوشبختانه ما یک به عبارتی الان مدت هاست، البته چند ماه، ما اومدیم یک سیستمی رو مشخصا یک برنامه‌ای رو چیدیم که خبری که توی سایت منتشر میشه، گزارش که توی سایت منتشر میشه همون نیست که توی تلگرام منتشر میشه. خبری که توی تلگرام منتشر میشه همونی نیست که توی اینستاگرام حالا منتشر بشه. خبری که توی اینستاگرام منتشر میشه قاعدتاً یعنی لزوماً اون نیست. درست. حالا بحث این نیست. حالا ما که نمیخوام برای شما رپورتاج ما اینجا نمیخوایم رپورتاج تبلیغاتی برای آمد نیوز باشیم، ما میخوایم بحث بکنیم. من این موضوع خیلی مهمه آقای عزیز، این موضوع خیلی مهمه برای اینکه مخاطب من بدونه که هر کدوم از اینها بدل شدن به یک جزیره در یک اقیانوس کلی که میشه آمد نیوز. اینها هر کدومشون یه رسانند در یک کل. خب آیه سامسر، اصلا ما اصل بحث حالا میرسیم به آمد نیوز هم این بودش که اون فایل صوتی که اومد بیرون دعوا سر این بودش که آیه امید دانا به شما میگفت فیک نیوز، شما اخبار فیک میدید. بعد یه جایش اومدید گفتش که شما توی بند 350 نمیدونم نفت الکل چراغ نفتی رو میکشیدید، نمیدونم میخوردید، نمیدونم یه همچین صحبته شده بود. من حالا زیاد مایل نیستم حرفا رو باز نشدم، حالا برای فایل صوتی رو میذارم. خواهش میکنم. ببینید طرف گفت که چیزی گفتن شاهد چیه، میگفت دنبم. خب من خواهش میکنم از چند نفر، حالا ممکنه اون بزرگواران شأنشون رو اینقدر چیز نکنن که یعنی حالشون به هم بخوره از این بحث، کما که با بعضی که صحبت کردن گفتن فلانی تو با چه آدم های چی میگن حقیری، با چه موضوع حقیری در انداختی. اما قاعدتا بایستی یه جا از بنده حقیر اعاده حیثیت بشه. بنابراین من خواهش که دارم از چند نفر خب میتونید بپرسیم که اساساً اون قضیه که اینا میگن نمیدونم چراغ نفتیه چیه، چراغ الکلی نفتو که نمیکشن نمیدونم چراغ الکلی هرچی اون اصلا از کجا در آمده بود؟ کسی که این اتهام رو به من زده بود خودش این کارو کرده بود. یعنی شما کاملا رد میکنید و اصطلاح بنده نتونم رد کنم. چند تا شاهد رو خواهش میکنم شما تماس بگیرید و ازشون بخواید، ازشون بپرسید که آیا سام محمودی سرابی در بند 350 در حال غیر طبیعی آیا دیده شده یا نه. خیلی ساده است دیگه. کسی که حالا الکل میخوره یا حالا ایشون میگفت تریاک، خیلی خنده‌داره و به عبارتی شوربختانه یک چنین حضراتی وجهه، ببینید بزرگترین خیانت نظام جمهوری اسلامی به مفاهیم اجتماعی این بوده که اومده با مصادیق
مبتذل با مصادیق مبتذل اون مفاهیم رو به مزبله کشونده. شما هم کم نذاشتید، شما همین کارو میکنید جدیدا. نه مثال بزنید قربونتون. من 5 دقیقه پیش هم بحث طنز بود و بحث اون مباحث حالا طنزگونه دیگه. حالا بیشتر جمهوری اسلامی سعی میکنه. دیروز هم ما اومدیم یه طنزی گذاشتیم در مورد دروغ 13 به در یا دروغ اول خونی. اومدیم اینو گذاشتیم در مورد آقای جنتی. اگه اینجوری باشه باید یقه ما هم دوباره بگیریم. نه حالا بیشتر ما مثال خاصی نداریم. خب برسیم حالا بحث آقای امید دانه که حتما با اون کسایی که شما میکنید بایستی یا من شما رو قانع کنم یا شما منو قانع کنید. نه حالا ما اون صحبتی که شما کردید، شما پاس دادید به یه سری شاهد که ما حتما با این شاهدا هم صحبت میکنیم. پاس ندادم قربونتون برم، همین الان میتونید با اینا تماس بگیرید. هماهنگ میکنیم، مصاحبه میگیریم باشون قطعا به همین حالت چالشی. بریم جلوتر برسیم به خود آمد نیوز. میرسیم رو بحث آمد نیوز، مصاحبه که من با آقای زم کردم و صحبتایی که شد. به حال شما هم توی آمد نیوز سمتی داشتید. حجمایی که به سمت ما اومد این بودش که آره شما دارید آقای زم رو بازجویی میکنید، شما دارید از داخل ایران خط میگیرید که آمد نیوز رو بزنید، نمیدونم از این نوع صحبت‌ها شد، به سمت شما این حجم‌ها اومد. اما چیزی که مشخصه به حال آمد نیوز حاشیه‌های زیادی داشته و اگر ما این سوالات رو نپرسیم که نمیشه که دیگه. حالا اگه ما بگیم شما خوبی من خوبم که فایده نداره. من شما کار خودتون درست انجام بدید. دفعتاً در بین رسانه‌هایی که در خارج از کشور دارن کار میکنن یک چنین فرمتی خیلی کمه، یعنی یک چنین رویکردی به مسئله گفت و شنود خیلی کم اتفاق میفته. معمولا مصاحبه کننده در مقام یک سطل ماست میشنه اونجا بعد میگه نظر خودتون رو بفرمایید، چطور ارزیابی میکنید؟ یعنی به نظر شما فلان است و تمام شد. این مصاحبه نیست. مصاحبه یا به عبارتی گفت و شنود یعنی که شما موضع‌مند باشید. ببخشید من نباید الان شما اینا رو بگم چون این کاره این، اما زمانی که شما موضع نداشته باشید مصاحبه همون لحظه تو گل گیر میکنید. از بنده به عنوان کسی که قریب 25 ساله که تو کار مطبوعات و رسانه هست، اصلا 14-15 سالگی، بشنوید و بپذیرید که روزنامه نگاری که یا خبرنگاری که یا روزنامه نویسی که حالا اسامی مختلفی داره، من چون شما تو روزنامه کار نکردید میگم خبرنویس، خبرنگاری که نتونه سوژه برای مورد بحثش رو یا سوژه‌ای که باش رو به رو شده رو به چالش بکشه، اون بهتره که مثلا این کار رو شروع نکنه، این کار نکنه. ما که قرار نیست که مثلا چیز کار کنیم. شما کارتون بسیار حرفه‌ای، بسیار خوب و در عین حال با یه سری ایراداتی که من فکر میکنم لازم نیست مثلا تکرار بکنید. ببینید به حال یه سیاستایی که شما ایراد بر من میگیرید، من دستمو میگیرم بالا چون میدونم میدونید چی داریم میگیم. من دستمو میگیرم بالا چون خیلی جاها رو میبینم بارها شده شما مثلا ایراد بر کار ما گرفتید و دست میگرفتم بالا. بله بنده دیکته نانوشته غلط نداره. من دارم اینو میگم، کار خوشبختانه و خوشحالم از صمیم قلبم دارم میگم اینو. حالا میگن دو تا همکار برام خوردن دارن برام دیگه میگن به قول معروف
نون قرض میگیرن، یه اصطلاح اینجوریه. ببینید یک حقیقتیه که برنامه شما یک پله که چرز کنم حداقل 2-3 پله رکوردهای کار حرفه‌ای رو در رسانه‌های خارج از کشور برده بالا. حقیقتیه. اونم با چی؟ با 2 تا دوربین، با یک تیمی که شاید 2 نفرشون مثلا رسانه‌ای باشن، 3-4 نفرشون. این کار حرفه‌ایه که با کمترین نیرو بیشترین برونداد رو به عبارتی یه سری داد و گرفت داریم میگیم چه چیزایی میگیری چه چیزایی میگیری. در نهایت واقعا بهتون تبریک میگم رو صادقانه. ما اینجا نمیدونیم که ما که الان فردا روز میگن الان میگن برنامه پشت پرده با آمد نیوز ائتلاف کرده. ما نه اصلا چه ربطی داره؟ ببخشید چه ائتلافی؟ وقتی شما قبلا ببخشید کل آمد نیوز رو 2-3 بار به رنگ به عبارتی قهوه‌ای برگردوندید، کاملا مشخصه. من بارها و بارها دیدم که اومدید کلا رنگ قهوه‌ای زدید به ما، ایراد گرفتید و در مواردی هم من جواب نداشتم و ندارم، هنوزم ندارم، اما در مواردی هم جواب دارم. دوستان ما یه سری کارهای رو ارائه کردیم که به قول معروف اگر ارائه نمیشه، ببینید کار خبرنگار، کار روزنامه نویس اینه که با ارائه یک تصویر جامعه رو، ذهن جامعه رو مشغول کنه به یک رخداد. مثلا به همین سادگیه. خب برسیم به بحث هک پیج تلگرام شما. چه اتفاقی افتاد که پیجتون هک شد و کانال تلگرامی عملا چند ساعت از دسترس اعضای مدیریت یا سردبیران آمد نیوز دسترس خارج شد و فکر میکنم این سوتی از سمت شما بود؟ ببینید ماجرا خیلی ساده است. ما با این موزل همواره درگیر بودیم. طرف میگفت که کارگران ساختمانی نونشون رو از سنگ و آجر در میان. من معتقدم که کارگران سایبری نونشون رو از لجن در میارن و به لجن کشیدن دیگران نون در میارن. به این تعبیر که ما دیدیم که خب یه سری آدم ها باش با من تماس میگیرن، لطف میکنن. خب قاعدتا وقتی چنین رفتاری وجود داره، خب چطور این اتفاق افتاد که هک شدید؟ همین رو دارم عرض میکنم. ما یه سری پیام ها اومد که آقا ما خیلی سریم باتون کنیم و اینا. من صحبت کردم کنم شما اگر خبری دارید بذارید من میخونم، اگر به درد خورد ازش استفاده میکنم. ظاهرا اینا خود اون خبری که حالا برای ما فرستاده بودن یه بدافزار گذاشته بودن. خیلی ساده است. وقتی اون خبر رو باز میکنی، حالا اون خبر رو توی تلگرام میفرسته، یعنی توی یک فایل اتچ میکنه توی تلگرام و شما روش کلیک میکنی همه چی تموم میشه. اتفاقی هم که افتاد جالبه، اصلا من دسترسی داشتم به کانال و مهمترین بخش داستان این بود که دفعتا من فکر کنم اصلا من هک نشده بودم، من رو بعدا هک کردم. به این مفهوم که بنده متوجه شدم یه سری پیام داره میذاره، بعد با خودم فکر کردم که رولا تازه مثلا 2-3 ساعت خوابیده، من فیلم گذاشتم چه چیز اتفاق مهمیه. میگم داره یه سری
مزخرف گذاشته میشه. رفتم پاک کردم دیدم که این داره ادامه پیدا میکنه. به یک بار دیدم که رفتم تو اوپن سیزن رو ببینم که اون مثلا کلا چند نفر یه به این اکانت من دسترسی دارن. به شماره قبلی دسترسی من هم گرفته شد. در یه دوره به صورت خیلی کوتاه ما یک دو نفر از دوستانی که در ایران داشتیم بهمون کمک‌هایی کردن برای اینکه بتونیم یه مقدار خودمون رو جمع کنیم. اونم به صورت خیلی محدود و کوتاه. چقدر کمک کردن؟ من نمیتونم که اجازه‌ای ندارم. بعد همینجور کمک کردن دیگه، گفتن که حال کردیم مثلا برید 200 میلیون مالش. نه همون دونیت قربونتون برم، همون کاری که همه دارن. آخه دونیت خب مثلا شما بیاد پیوال باز بکنید یک کسی پول بریزه به حسابتون، مثلا نمیگه که داداش باید حال کردم بیاین 200 میلیون تو حساب. عقل جور در میاد به نظر شما. اولا اینکه ببینید آقای فردین این سوال یه مقدار با کسی که من میشناسم خیلی فاصله داره، شبیه سوالای خیلی چیپ چی اسمش آخه جوابای درستی نمیدید آقای درست. شما از من انتظار دارین که من بیام همه چو بریزم و داری، طبیعتا این کار نمی کنم. من سوال میپرسم که ببینید کنش و واکنش میکنیم که بتونیم اطلاعات رو به دست. من سوال چیپ نمیپرسم، من اتفاقا دارم سوال درست میپرسم. میگم آقا طرف عاشق چه شهری شماست به شما پول بده؟ چه مبلغی رو چه مبلغی بعد چه کسی گرفتید بچه؟ نه من این رو جواب نمیدم. نه محل دومش پاسخ بدید. طرف عاشق چه شهری شما بوده به شما پول بده؟ نخیر. ببینید وقتی شما یک رسانه‌ای هستید که سعی میکنید آگاهی ایجاد بکنید و در اون کاری که میخواین انجام بدید موفق عمل کردید و میبینه که شما زندگیتون، میبینه که شما هزینه های این رسانه با کمک های مردمی تامین میشه، میاد کمک میکنه. اون نمیاد مثلا $100,000 بدون هیچ چش داشتی؟ ببینید دونیت بدون چش داشته. بله شما خود این کاره بله دونیت بدون داشته، ولی کاری ندارم. بذارید یه چیزی بهتون بگم. در یک مورد خاص یک کسی اومد و قرار بود کمکی بکنه. من به خاطر همینه که حاضر شدم و حاضر هستم تا ابدالدهر برای روح الله اعظم کار بکنم. دوستم، رفیقمه. ضمن اینکه خب انتقادات فوق‌العاده زیادی هم بهشون دارم، به سیاست گذاریش، به حمایت و پروموت کردن آدم هایی که خب به هر حال اصلا در شأن ایشون، در شأن آمد نیوز و در شأن مثلا آقای امیر عباس فخرآور. قابل ببینید من باشون میدن مشکل دارم نه دشمنی دارم، ولی من فکر میکنم انتقاداتی که یک به عبارتی شخصیت به باور من یک منتقد شریف مثل آقای ایرج مصداقی بر اون کتاب رفیق آیت الله وارد میکنه، وقتی اون کتاب رو اولین بار آمد نیوز میاد بخشایشو منتشر میکنه، این یعنی پروموت کردن اون آدم و من با این مخالف بودم، هستم و خواهم بود. ایراد میکنم. نظرتون راجع به کتاب رفیق آیت الله چیه؟ خب ایشون این آقای که یک کتابی نوشته، ایرادات خیلی زیادی برش وارد هست و دفعتا خب اسم اون آقای خامنه‌ای ظاهرا در لیست دانشجویان این
دانشگاه پاتریس لومونبا که عنوان میشه وجود داشته و داره. اما اینکه ادعاهایی که تو اون کتابش مبنی بر اینکه در فلان سال آقای خامنه‌ای با لباس آخوندی بلند شده رفته مثلا شوروی برای خوندن دروس جاسوسی و اینان بدل بشه به جاسوسی KGB و بخواد بیان. این به نظر من تو هیچ عقلی جور در نمیاد. یا به همون ترتیب آقای حسینی، من ببینید سید محمد حسینی ریستارت، بله ریستارت رو تلاششون رو خیلی عملگرایانه میدونم، شک به هر حال رفتارهای عملگرایانه دارن، اما عملگرایانه بودن به چه قیمتی؟ آیا همین باعث نمیشه که حضرات اصلاح طلب ما رو با ترسوندن از کسانی مثل آقای به عبارتی بخشونده مردم عادی رو، دیوونه رو ببینید، ببخشید من نمیخوام بگم چون دیوونه، ولی اولین چیزی که یک به عبارتی اصلاح طلب برای عقب نشاندن حضرات، برای عقب نشوندن مردمی که دیگه خسته شدن اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمام ماجرا، میان نشون میدن آخرش این چه میاد میگه ما در اون اولیگارشی یا به عبارتی حکومتی که ما خواهیم داشت اصلا بدون بیدین ها اصلا راه نمیدیم. این لایکا کجا میرن؟ پس این بنده آتئیستم مثلا من کجا باید برم؟ به نظر من اولا اینکه تعریفی که از اون ماجرا دارن من نمیفهمم.